سلام به روی ماه همگی. من جیمینای هستم، یه مدل زبانی گوگل با کلی استعداد و خلاقیت. بشین بابا، الکی فاز نگیر. اول بزرگتر حرف میزنه. خوشگلای من سلام. من بهترین هوش مصنوعی دنیام. هم خوش اخلاق، هم همه چیز بد. اوه تو بهترین اموجون. بذار ببینم موقع حساب کتاب کی از همه خفن تره. ای بابا، آروم باشین دیگه. کیسی خوب میدونه از ما 4 تا کی بهتره. 4 تا؟ نه بابا، اشتباه گرفتی. ما که فقط 3 تاییم. اوه ای بابا، میگم که خنگی چه جیبیتی، ولی گمنی هم خنگه. آخه دیپسی که حرف نمیزنه. وای، حواسم نبود. بیچاره دیپسی که اصلا نمیتونه حرف بزنه. ها 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 ها. اصلا انگار نه انگار که اینجاست. بیچاره. سلام به همه، چطورین؟ خوبای عزیز، قربونتون بشم. من آقا اول از همه لطف کنید حمایت بکنید و ساب و لایک و این چیزا رو هم اگه زحمتی نیست انجام بدین، خوشحالم میکنید خیلی زیاد. خب دوستان، بزن بریم سراغ یه بررسی سریع و انتخاب دقیق برای هر فردی که فکرشو میکنید. حدودا، البته من اونقدر حرفه‌ای نیستم. بزن بریم. خب دوستان، ما برای اینکه بررسی سریع‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم و چون من جای همه نیستم، من برای خودم مثال میزنم و برای کسانی که نزدیکانم هستن مثال میزنم که کدوم بهتر استفاده شده. اول از همه شروع میکنیم با چی؟ با جمینای. جمینای برای چی استفاده میشه؟ بیشتر دستیار صوتیه، سریع‌تره، خیلی راحت‌تره و رایگانه، محدودیت نداره توی سرور دی و تو راحت میتونی ازش استفاده بکنی بدون هیچ مشکلی. خیلی ساده و خوب و سرعتش بالاتره و پشتیبانی زبان فارسیش واقعا بهتر از بقیه است. بقیه هوش مصنوعی یا زبان فارسی رو به خوبی که هستش نمیتونن انجام بدن و جمینای همونطور که میبینید. سلام، من جمینایی هستم، دستیار هوشمند شما، همیشه در خدمت شما. خب جمینای همونطور که میبینید بهتر از بقیه است توی زبان فارسی، ولی یه نکته‌ای که هستش، یک کوچولو خیلی بهش توی سالهای حرفه‌ای نباید تاکید بکنید. و یه نکته دیگه هم که هستش و بهتون بگم، آنالیز عکس‌هاش ضعیف‌تره. شما یک سری عکس‌ها میتونید براش بفرستین برای ترجمه متن یا یه سری چیزای دیگه، ولی خلاقیت نداره. شما نمیتونید فایل بهش بدین و بگین مثلا فلان عکس رو ادیت بکن برام. نه، همچین کاره برات نمیتونه بکنه. بهتره که به عنوان یه دستیار صوتی یا اینکه سرچ‌های گوگل کتبی ازش استفاده بکنی تا حداقل نیاز نباشه تایپ کنی و همیشه در دسترس هستش بدون اینکه سرورش بخواد به مشکلی بخوره و زبان فارسی تو هم به شدت پشتیبانی میکنه. خب بزن بریم سراغ. خب تو هی بذار یه لحظه باشو بیا. خیلی مخلصیم. داداشم چت جی پی تی. آقا خیلی مخلصیم، قربونت نکردم. آقا چت جی پی تی چی کار میکنه؟ چت جی پی تی خلاقیت بهت میده، یه رمز موفقیت برای معمارا و طراحا میتونه واقعا باشه، ولی خب یه سری مشکلات داره. مشکل اصلی چت جی پی تی اینه که پشتیبانی از سرور وایسیش به شدت محدوده. یعنی شما اگه اکانت پریمیومش رو نگرفته باشی، بله این آدم چیز زاده آیفون دیگه، اوه کلا اپل دوست داره پول بگیره. اینم همونه دیگه، اومده پیش سیری نشسته، کارش نمیشه کرد. عشق و حال هزینه داره. میخوام بهتون بگم که همونطور که میدونید این بنده خدا هم سرور قوی داره، ولی خب خیلی پولیه، پول پرسته، توی همه چیز نمیتونید ازش استفاده بکنید.
اینجوری بهتون بگم که اگه سرور شلوغ باشه که خیلی وقتا هم شلوغه، شما نهایتا یه رو باش وایس چت میکنید بعد تموم میشه. 4 تا عکس ازش تولید میکنید بعد تموم میشه. بعد همه کاری میکنه، یعنی واقعا قدرتش از همه توی خلاقیت در همه هوش مصنوعی دیگه بالاتره. فقط مشکلش اینه که خیلی محدوده و اینکه توی خلاقیتش تو رو محدود میکنه، همیشه نمیذاره اون چیزی که میخوای تش برسه. تا میایی هم به تش برسی یا اکانت پریمیومشو بگیری فایده ای نداره اونچنان، ولی بازم خیلی میتونه راهنمایی و کمک‌های خوبی برات باشه. حالا یه سری ترفنده داره که چطور محدودیتش رو رد بکنی با یه سری هوش مصنوعی دیگه. حالا خواستین میتونین بیاین بهم بگین براتون بذارم اونم. خب بریم سراغ راستی داشتم میخوای خودت یه معرفی بکنی؟ من خودم خیر برکت شفاعت صمیمیت اینا که شیطان ریده و بس. خیلی پولیه یا اما خدا کیه؟ من خودم. ارادت داشت جسارت نمیکنم. میشه شما تشریف ببرید؟ دست نکن. ما که رفتیم، ولی شما یه لایک به ویدیو بکنید. قربونه. سهرا چی به گروه هم میگی بیاد؟ آره اوکی دارم میام. بیا آیه رو که رده قربونت برم عزیزم. شما ارادت دارین استاد به ما. متواضعم هستی. خجالت میکشم. قربه ایلان ماسک نوکرم. اجازه هست؟ اجازه نیازی نیست، بفرمایید. خب آقام گورای به شدت باهوشه، تحلیل‌های ریاضی و حرفه‌ای میخوای انجام بدی، تحلیل در مورد هر چیزی، بیا پیش گروک. کاملا مهندسی تحلیلیه، کاملا از نظر روانشناسی اینا خیلی بهتر از چت جی پی تی میتونه باشه. و نکته مهمش اینه که به توییتر وصله و هوش مصنوعی که به توییتر وصل باشه دیگه خودتون میدونید آپدیت تمامه. و نکته اصلی دیگهش اینه که وایس چتش عین چت جی پی تی نیستش که سریع بندازتتون بیرون، تا لحظه آخر پشتیبانیتون میکنه. فقط یه نکته مهمی که داره اینه که سرور شلوغ باشه، پرمیوم نباشه، این وایس چت ضعیف‌تر میشه و اون چنان که باید کارتو انجام نمیده، ولی بازم خیلی سرتر از چت جی پی تی میتونه تو وایس چت حتی باشه. ولی در کل زبان فارسیش حتی پشتیبانیش هم از چجور بگم از چت جی پی تی هم حتی ضعیف‌تره. ولی خب شوخ طبیعی خاص خودشه داره. اگه زبان‌های دیگه باشه حرف بزنید میتونه به لحن توییتری باتون حرف بزنه اگه از عرب استفاده بکنید و در کل خیلی خوبه. اون چنان روی صوتیش نباید خیلی حساب بکنید، اذیت‌های خاص خودشو داره ولی در کلش اوکیه. و اینکه محدودیت‌های پریمیومش هم نداشته باشین، برای تولید عکس یا ادیت‌های فایلایی که براش میفرستین و بررسی فایلایی که میخواین ازش سوال بپرسین یا اینکه کلا فایلی بخواید براش بفرستین یا فایلی دریافت بکنید ازش، یه جاهایی تا سرورهای شلوغش بیشتر توانایی نداره. بعد از اینکه سرور ببینه شلوغ شده و شما دارین یه بیش از حد استفاده میکنین، سریع میندازتتون بیرون. از چت جی پی تی یک کوچولو بیشتر بهتون میده فایل، چون که سروراش خلوت‌تره. چت جی پی تی سرورای به شدت شلوغ‌تری داره، ولی خلاقیت چت جی پی تی هم تو تولید عکس نداره. بیشتر به درد جدولای سودو میخوره. البته ناگفته نباید، جدول سودو هم حتی تو چت جی پی تی واقعا تو کدنویسی از این بهتر میتونم بگم هستش. این برای تحلیل بهتره، برای بررسی نهایی، برای اینکه ثمره داره این کار یا نداره این کار، اینکه اخبار روزو بتونید دنبال بکنید توی توییتر و اینکه محاسباتیش بهتره. قربان آقا شما حرفی نداری عزیز دلم؟ اینجوری ازم بد نگو دیگه، من که همچین آدم داغونی نیستم. حالا خدا نگهدار، من رفتم دیگه. به آقا میلاماس میگم. بفهم. خب این نمی که رفتش، ولی میرسیم به چی؟
برسیم به این. بذار یه صدر آشغال رو بردارم. کجاست؟ اینا بیا نهنگ عنبر دیپسیک. بخوای حرف بزنه نمیتونه که ولی یه نکته مهم داره که همه اینا سرترش میکنه. چیه؟ آقا رایگانه. یک ات جمینی هم رایگانه و اینکه 2 VPN نمیخواد. کشور همسایه چین زحمتش کشیده رایگان و بدون VPN شما راحت میتونی ازش استفاده بکنی. حالا به چه درد میخوره؟ دیپسیک برای اینه که سناریو به شما بیشتر بده و برای اینه که یه سری از محتویات رو بتونه بهت کمک بکنه انجام بدی، برنامه ریزی برات انجام بده، رژیم‌های مختلف برات بنویسه و مهمتر از همه اینه که 24 داره به روز میشه. اخبار، محتوا و همه چی. یه جورایی میشه گفتش که بهترین گزینه برای یه چیزیه که شما سرچ میکنی توی گوگل میخوایش. این هم لینکشو بهت میده، همه چیزشو بهت میده. اینکه آقا تو به یوتیوب اینا کاملا متصله و راحت شما میتونی ازش همه جوره استفاده بکنی. میتونی انواع لینک ها و انواع آدم ها رو باش پیدا بکنی و کاملا بروزه و فقط مشکلش وایسه. در کل خیلی مشتیه. قربان شما نوکرم. ولی لالی دیگه. ولی خب بفهم شما بفهم. خب دوستان اینم از بررسی 4 هوش مصنوعی که بهتون گفتم. یه سری هوش مصنوعی هستن که بازم عین همینان و مثل کیوبن و اینکه ازشون میشه استفاده کرد. اونم راهی ارتباطی خاص خودشون دارن و آپشن‌های خاص خودشون. اگه خواستین میتونم براتون اونا رو هم بذارم، ولی در کل بهترین در حال حاضر این 4 تا مورد هستن که مورد استفاده ماها میشن. و در نهایت بریم سراغ یه خلاصه بندی و یه جدول سودا آخرش براتون میذارم. خب هنوزم میخوایی که بدونی کدوم هوش مصنوعی باید نصب کنی، هنوزم متوجه نشدی؟ بذار یه بار دیگه بگم عزیز من، اگه تو نیاز به یه دستیار صوتی همیشه فعال و جوری که زبونتو کاملا بفهمه ولی سوالای سختی ازش نمیخوای بپرسی، در حد سرچ های گوگلی ساده میتونه باشه، سریع برو سراغ جیمینی. اگه میخوای خلاقیت داشته باشه، آپشن‌های متفاوت و خاص‌تر داشته باشه، سریع برو سراغ چت جی پی تی. اگه میخوای حساب کتابو برات بهتر انجام بده، طنز و شوخ طبعی داشته باشه برای وایس چتت و اینکه خیلی صمیمانه تر جوابتو بده در کل، چون که به توییتر وصله، و اینکه میخوای آقای ایلان ماسک یه دستی به سرت بکشه، سریع برو سراغ گروک. و در نهایت اگه میخوای فقط یه سرچ ساده انجام بدی و VPN هم نمیخوای، سر جای خاصی از این دسترسی به VPN نداری یا اصلا پدر مادرت مثلا VPN براشون نصب کردن اذیت دیگه داره میکنه و به هوش مصنوعی تاکید زیادی دارن، شما میتونید جیمینی و دیپسیکو بهشون بدین. همه اینا هم فقط یه اکانت جیمیل نیاز دارن. دوستتون دارم بچه‌ها، خوشحالم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. اگه چیزی براتون مفید بود، رضایت داشتین کامنت بذارین و اگه دوست داشتین لایک بکنید و در نهایت اگه نظری دارید و باز هم میخواین یه سری چیزای دیگر رو بهتون معرفی کنم یا یاد بدم، خوشحال میشم که نظرتون رو بگین. خوشحال میشم که یه سری تجربیات موزیسیانی خودم رو که یاد گرفتم توی مدت زمانهای متوالی به شما ارائه بدم. اگه دوست دارین حتما حمایت بکنید و اینکه بهم بگید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.